سلام به همه پای مشتبایی‌ها. توی این قسمت قراره درباره اسکرول کردن درباره یک پروژهمون صحبت کنیم. خب تو هر اپلیکیشنی که ما بسازیم یا نرم افزاری که ما بسازیم، اسکرول کردن چیز خیلی مهمی هست و حتما باید پروژه‌هامون اون رو داشته باشن. توی این ویدیو می‌خوام یاد بگیریم که چجوری ما اسکرول رو بتونیم داخل پروژهمون داشته باشیم. پس تا انتهای این ویدیو همراه من باشیم. زودتر بریم روی سیستم که بتونیم این موضوع رو سریعتر یاد بگیریم و حلش کنیم تو پروژهمون. قبل از اینکه بریم وارد سیستم بشیم، اگه از یوتیوب اومدین و چنل منو پیدا کردین، حتما منو سابسکرایب کنین، حتما نظر بدین که من بهم انرژی داده بشه. و اگه تو گوگل سرچ کردین و سایت من بالا درباره این مقاله دارین می‌خونین، حتما سایت من رو دنبال کنین و حتما منو تو اینستا هم فالو کنین که خیلی بهم انرژی میده. زودتر بریم ببینیم که پروژه به چه صورت انجام. من روی فایل سرور کار میکنم و همین فایل سرور رو میاریمش بالا که شما اسکرولش رو ببینید. تا همین قسمت سرور میایم پیاده سازی میکنیم و همینا رو دقیقاً میتونید تو قسمت کلاینت پیاده سازی کنید و این قابلیت اسکرول بار رو توی قسمت کلاینت هم داشته باشیم. خب من میام توی کدهای سرورم و توی این قسمت، حالا اشتباه یوزر رو زدیم، خب من یکم میام بالاتر این قسمت. خب اینجا میام اون کدهای اسکرولم رو میخوام بنویسمش. خب اینجا میام عبارت یه متغیری به اسم کانورس مساوی باشه با کانورس داخل پرانتز عبارت روت رو من مینویسم و میام پایین. خب اینجا از من ارور گرفت چون که من اینجا باید A بذارم، اشتباهی O گذاشتم کانورس و اینجا هم به همین صورت. خب اینجا امیدوارم که مشکلی نگیره. خب اوکی شد. حالا میریم یه متغیر به اسم اسکرول بار رو می نویسیم، مساوی قرارش میدیم با اسکرول بار داخل پرانتز. البته این قسمت عقبش رو ما باید بزرگ بنویسیم که اسکرول بار برامون بیاره. خب داخل پرانتزاش من عبارت روت رو میزنم کاما و یک قسمت داره به اسم اورینت که خب نیاورد، پس مجبورم کامل بنویسمش. اورینت مساوی باشه با داخل دابل کوتیشن هم عبارت ورتیکال رو می نویسم. خب یه وای میذارم، دستور کامند رو می نویسم، کامند نمی نویسم، کامند رو میخوام و اینجا می نویسم که اون اسکرول هم میخواد به صورت محور Y ها باشه یا میخواد به صورت محور X ها باشه. به چه صورت؟ بعد اینجا بیایم عبارت کنوسی که نوشتیم اونجا متغیرش رو ایجاد کردیم، کنوس رو می نویسیم، دات میگیم رو محور Y ها میخواد باشه، پس Y رو میزنیم و عبارت ویو رو می نویسیم که خیلی راحت. فقط اینو حذفش میکنیم از این قسمت و در آخرم باید بیایم اینها رو داخل یک فریمی قرار بدیم که برامون نمایش بده. خب پس میگیم فریم مساوی باشه با یک متغیری به اسم فریم و خود فریم رو اینجا میاریمش داخل پرانتزاش عبارت روت رو می نویسیم. خب اینجا من عبارت روت نه، عبارت کنوسی که ایجاد کردیم، متغیر کنوسی که ایجاد کردیم این بالا رو میایم می نویسیم. خب من اینجا کنوس رو ایجادش میکنم. خب واسه که کدم درست کار کنم باید بیام و اینها رو داخل پروژه من پک کنم دیگه، یعنی کاری که قبلا انجام میدادیم. خب بریم پک کنیم ببینیم که کجا ما اینها رو پک میکنیم. میام یکم پایینتر جا قبلی میبینین اینا کلا قسمتی بوده که ما پک میکردیم. میام اینجا و اینا هم میخوام پکشون کنم دیگه. خب می‌نویسم canvas dot pack پرانتز باز، فیلش رو قرار میدم با باتن و سایدش هم مساوی قرار میدم با لفت. دیگه اینها رو همه دیگه خودتون تمرین کردین و بلدی. فقط یک قسمتی داره به عنوان expand توی اینجا
expand نیاورد expand مساوی باشه با میگم قسمت تورو میخوام باشه و اینجا کانوسمون اومدیم پک کردیم. قسمت بعدی باید اسکرولمون رو بیام پک کنیم. خب اینم راحت می‌نویسیم اسکرول باری که ایجاد کردیم دات پک میخوایم بشه، پرانتز رو باز میکنیم، فیلش رو قرار میدیم با Y، حالا کوچیکم میتونیم بنویسیم و سایدش رو هم قرار میدیم با right و تم و همین راحتی. خب بریم پروژه‌مون رو اجرا کنیم ببینیم که چجوریه. خب حالا من پروژه رو میخوام اجرا کنم، میام اینجا یک بار سرور رو ایجاد کنم ببینم که آیا به مشکلی میخوریم یا نه. خب واسه اینکه یه قسمت کد به مشکل میخوره من اینو استوپش میدم و کاری که باید انجام بدیم بیام توی این قسمت دفی که اومدیم ساختیم، دف سندمون اینجا اومدیم تو لیبل گفتیم روت. خب دیگه ما اینجا عبارت روت رو نمیخوام چون که به مشکل میخوره و اینجا عبارت فریمی که ساختیم رو می‌نویسیم هم توی این قسمت و هم توی قسمت دف ریسیومون. خب اینجا هم میایم عبارت فریممون رو اینجا اضافه میکنیم و بعد پروژه‌مون رو اجراش میکنیم. خب اینجا میبینید که هم کلاینت ما اومد هم سرور ما اومد، ولی اینجا اسکرول بار ما رو میبینید اینجا به این صورت کوچیکه فعاله، نباید به این صورت باشه واسه اول کار. و اینجا من هرچی بنویسم و سند کنم میبینید که توی کلاینت من نمیاد نمایش بده، میبینید و تا این برام اگه بیام توی کلاینت وقتی تو سرور نمایش داده نمیشه. میگه هرچی میذارم این بر نمایش نمیده. بریم اینو حلش کنیم. به چه صورت؟ خب میایم پایین، میایم اینجا تو همین قسمت پک هایی که ما نوشتیم دو تا خط کد بعد ما اینجا اضافه کنیم که میریم اضافه میکنیم. خب یکیش همون کانوسمون رو مینویسیم و داد میزنیم با قسمت کرییت ویندوزی که این پایین داریم. خب داخل پرانتزاش ما باید بیایم عبارتی رو بنویسیم. 0 و 0 رو من اینجا ایجاد میکنم، 0 و 0 قسمت انکر رو مینویسیم مساوی با تک کوتیشن NV و اینجا هم عبارت ویندوز رو قرار میدم. ببخشید ویندوز نه، خب یک اشتباهی داریم. ویندو مساوی باشه با فریمی که ایجاد کردیم و تو قسمت بعدی canvas رو باید آپدیت کنیم. ما خب می‌نویسیم canvas dot update idealtask. حالا نمیدونم درست گفتم یا نه، امیدوارم که درست باشه و این کد رو ما اینجا نوشتیم. خب کار بعدی که باید انجام بدیم باید بریم توی این قسمت دف ها اینا رو که نوشتیم بیام و یک سری کدهای جدیدی رو ما داریم که اینجا قرارش باید بدیم. خب اینجا من می‌نویسم def عبارت آپدیت رو اینجا براش قرار میدم. آپدیت پرانتز باز پرانتز بسته مساوی باشه با و از این قسمت یک حلقه به اسم وایل ایجاد میکنیم و این حلقه میخواد برای ما ترو باشه، مدام اجرا بشه این حلقه و بیایم و بگیم که چه ساختاری ما از این حلقه میخوایم. خب میگم canvas متغیری که ایجاد کردیم و اون مقدار canvas رو داخلش ریختیم دات configure عبارت configure رو اینجا می نویسیم داخلش عبارت اسکرول بار همون متغیری که ایجاد کرده بینیم اسکرول بار مساوی باشه با canvas بازم اینجا همون متغیری که ایجاد کردیم. میبینی که چقدر پایتون راحته و چقدر هم خانه‌ایش بالا. دات بی باکس رو براش انتخاب میکنم و داخل پرانتزش عبارت آل رو قرار میدم. میام بیرون از پرانتز بی باکس و اینجا عبارت یکم سخت ای اسکرول کامند رو می نویسیم. ای اسکرول امیدوارم که درست بنویسم. کال کامند خب مساوی قرارش میدم با خب درست نوشتیم و اینجا میام اسکرول بال دات ست رو
می نویسم اسکرول بار دات ست. از کجا اسکرول بار که همون نام متغیری که ایجاد کردیم، پس می نویسم اسکرول بار دات ست به این صورت و در آخرم میام و یک عبارت تایمی رو بهش میدم و میگم که اسلیپ کن، یعنی هر 2 ثانیه یا 1 ثانیه بیا صفحه رو برای من اجرا کنی، آپدیتش کنی، این تابلو رو بیا اجرا کنی. من هر 1 ثانیه رو براش در نظر میگیرم. کار بعدی که باید بیایم انجام بدیم، باید بیایم تو قسمت تریدینگ هامون، یعنی تو قسمت تریدی که اینجا ایجاد کردیم. یک مقدار من اینو صفحه رو بیارم عقب. خب کجا رفت قسمت ترید؟ اینجا جفتش رو استوب بدم چون که باشون کاری نداریم و از این قسمت میام میگم تریدینگ، میخوام بیام اجرا بشه دیگه. اون قسمت تابع آپدیتی که ما اومدیم نوشتیم و میخوام اجرا کنم. میگم دات ترید ترید پرانتز باز تارگت و اینجا اون عبارت آپدیت رو می‌نویسم، پرانتزاشو نمیخوام. دات استارت رو براش می‌نویسم. خب استارت هم براش نوشتیم دیگه، تموم. سورس ما اوکیه. میرم سرور خودم رو اجراش کنم و از این قسمت هم میام کلاینت خودم رو اجرا میکنم که ببینم به مشکلی میخوره یا نه. خب این قسمت از کلاینت و اینم از قسمت سرور من. خب اینجا من اگه بیام عبارتی رو بنویسم و سند کنم، میبینی که دو طرف میاد و برای من میشینه. ببینین حتی این قسمت هم من بیام میاد و این برای من میشینه. خب حالا من یه مقدارهایی رو بنویسم ببینم که اسکرول بار من به چه صورت کار میکنه. خب میبینی که اومد و اینجا برای من به این صورت کار کرد. اوکی. خب اینا هم من جفتشون رو استاپ آل بزنم. خب همونجور که دیدین ما اومدیم توی این قسمت اسکرول بار رو ایجاد کردیم تو پروژمون. دیدین که چقدر راحته. همین کد هایی که ما اینجا نوشتیم به همین شکل رو شما میتونید برین توی قسمت کلاینت بنویسین و اونجا هم اسکرول رو داشته باشین. خب این قسمت آموزشی به پایان رسید. یه قسمت دیگه مونده، اونم تو ویدیو بعدی هسته که میایم و فایل نصبی این پروژمون رو ایجاد میکنیم که خیلی راحت و ساده. پس از دستش ندین و تا قسمت بعدی بدرود.